سلام بچه‌های عزیزم، امیدوارم حالتون درجه یک مثل همیشه باشه. با قطره سوم از پروژه قطره چکان فصل 2 شیمی دهم، آموزش خط به خط کتاب درسی. بریم استارت بزنیم. آقا موضوع قطره سوم اینه که اکسیژن گازی واکنش پذیر در هوا هست. جملاتشو بخونیم و نکاتشو با هم بررسی کنیم. اکسیژن یکی از مهمترین گازهای تشکیل دهنده هوا هست که میدونیم دومین گاز و با درصد حجم 21% بود که زندگی روی زمین رو به وجود آن گره خورده است، به طوری که بسیاری از واکنش‌های شیمیایی مانند فرسایش سنگ و صخره و زنگ زدن و فساد مواد غذایی و غیره که پیوسته پیرامون ما رخ میدن به دلیل تمایل زیاد اکسیژن برای انجام واکنش است. نکته بچه‌ها، این بسیاری از واکنش‌های شیمیایی یعنی نه همه واکنش‌های شیمیایی، پس همه مواد با اکسیژن نمیتونن واکنش بدن. نکته، گاز اکسیژن گازی واکنش پذیر است و با اغلب عنصرها و مواد واکنش میدهد. مثال نقض گاز نجیب و فلزات نجیب مثل طلا هستند. این که میگه تمایل زیاد به اکسیژن داره، من میدونم اکسیژن نافلز دیگه. اکسیژن نافلز رفتار شیمیایی داره، میتونه الکترون به اشتراک بگذاره، میتونه الکترون بگیره و در واکنش ها شرکت کنه. اگر میگیم تمایل زیاد به اکسیژن داره یعنی واکنش پذیریش زیاده، یعنی دوست داره، دلش میخواد با سایر مواد، اغلب مواد وارد واکنش شیمیایی بشه. این عنصر در آبکره، میخوام ببینیم توی کرات مختلف به چه شکلی وجود داره. توی آبکره تو ساختار مولکول آب H2O مایع جامد گاز. در زیست کره که حالا اغلبا به صورت مایع است، در زیست کره در ساختار همه مولکول های زیستی، نه برخی، مثل کربوهیدرات ها، چربی ها و پروتئین یافت میشه. توی هواکره هم هست. توی هواکره نیز این گاز به طور عمده به شکل مولکول های دو اتمی وجود دارد. بچه‌ها واژه مولکول دو اتمی مثل ترکیب یا یون چند اتمی هست دیگه. اصطلاح مولکول دو اتمی یعنی شامل دو تا اتم باشه اغلب، ولی به صورت مولکول چند اتمی هم هست. هرچند مقدار این گازها در لایه گوناگون هواکره با هم تفاوت دارد. حالا فقط مونده آبکره رو گفتیم، زیست کره رو گفتیم، هواکره گفتیم، فقط مونده سنگ کره که اینم تو درس بعدی انشالله بهش اشاره خواهم کرد. توی سنگ کره به صورت اکسیدهای گوناگون مثلا آلومینیوم اکسید، سنگ معدن آلومینیوم، یا اکسید آهن، سنگ معدن آهن، اینا وجود داره که انشالله بهش میپردازیم. خب بریم ادامه. خود را بیازمایید ببینیم چی میگه. خود را بیازمایید میگه که در جدول زیر فشار گاز اکسیژن هوا در ارتفاعات مختلف از سطح زمین داده شده است. بچه‌ها من از ارتفاع 0 میرم بالا، فشار اکسیژن بر حسب این واحد 10⁻² اتمسفر، یعنی این عدده یه 10⁻² در نظر براش بگیر، واحدش هم که اتمسفر است. خب از 20⁻9 داره میشه 19 16 13. این نکته رو قبلا ما یاد گرفته بودیم. هرچه از سطح زمین بریم بالا مقدار فشار هوا، غلظت هوا کاهش پیدا میکنه که جمله کاملا متین و مشخص برای ما بود. حالا میگه بر اساس اون اطلاعات نمودار فشار گاز اکسیژن رو بر حسب ارتفاع روی کاغذ میلیمتری داده شده رسم کنیم. بچه‌ها من نیومدم اینو دقیق رسمش کنم، من همینجوری چون میدونستم نزولیش رو رسم کردم بر حسب فشار. اینم که ارتفاع من خواهد بود. با افزایش ارتفاع فشار گاز اکسیژن داره کم میشه. حالا با توجه به نمودار با افزایش ارتفاع در هواکره فشار گاز اکسیژن چه تغییری میکنه؟ ما میگیم با افزایش ارتفاع از سطح زمین فشار گاز اکسیژن کاهش مییابد. اما یه جمله خیلی حرفه‌ای به عبارتی غلظت اکسیژن کم میشه. مگه نگفتیم هرچه از سطح زمین بریم بالا رقیق تر میشه، مقدار ذرات در واحد حجم کم میشه، پس غلظتش داره کم میشه. اما یه نکته فوق العاده، درصد حجمیان در مخلوط کماکان ثابت است. یعنی توی اون مخلوطه کماکان من درصد حجمیم همونه، هرچند تعداد ذراتم داره کم میشه. خب ادامه رو داشته باشیم.
با استفاده از نمودار فشار این گاز در ارتفاع 2.5 کیلومتری پیش بینی کنید. علامت تحقیق و تفحص برای خودت گذاشته. من اومدم مثلا ارتفاع 3.6 رو حساب کردم و شده 3.2 فشار در واقع گاز اکسیژن. سوال چرا کوهنوردان، خودش یه نکته است، چرا کوهنوردان هنگام صعود به قله‌های بلند از کپسول اکسیژن استفاده میکنن؟ خیلی تابلو. بیا اینجا اینو بخونی اونم متوجه میشی. چرا هواپیما با خود اتاقکی از گاز اکسیژن حمل میکنن؟ خب هواپیما تو ارتفاع بالاتر هست دیگه، با افزایش ارتفاع فشار هوا یعنی غلظتش کاهش پیدا میکنه، پس غلظت اکسیژن هم پس کاهش پیدا کرده، پس هوا رقیق‌تر شده، پس مقدار یا ذره‌های اکسیژن کم شده، پس من با کمبود اکسیژن روبرو هستم. پس کوهنوردها هم به هنگام صعود باید کپسول اکسیژن داشته باشن، چون دارن از سطح زمین فاصله میگیرن و فشار اکسیژن داره کم میشه، از طرفی تعدادش هم داره کم میشه و به درد من نمیخوره و مشکل دارم باش. با استفاده از این از یک نرم افزار رسم نمودار، این نمودار رو رسم و نتیجه رو به کلاس گزارش کنید که گزارش کردیم. نمیخواد این کارو بکنی، اما اینم که مشکلش و جوابش رو به شما دادم و اوکی. این از قطره سوم، قطره بسیار کوچیکی بود، راحت درپ افتاد. بریم سراغ قطره چهارم. یا علی